اهداف اساسی این سیستم پاسخگویی و نیازهای آموزشی و مدیریتی برنامه مهندسی است. این سیستم زمینه دسترسی آسان‌تر و معلومات علمی و ثبت دقیق فعالیت‌های کلینیکی را فراهم می‌سازد. کسایی که وجود دارن می‌دانند که هدف از ویزای کلینیکی و ثبت معلومات علمیشان چیست. و مورد این سیستم یک مکان امن و قابل دسترسی دائمی برای حفظ و نگهداری تمام معلومات‌های آموزشی تخصص طبی و شفافیت و پاسخگویی در سطح بیان تامین می‌کنند. انشاءالله در پاسخگویی که از این سیستم استفاده می‌کنند و سال‌های سال رکورد علمیشان در جریان تدریسشان در سیستم موجود خواهد بود و این سیستم در تمام سراسر قابل استفاده اسمی که ما در تصویرهای بیرون از افغانستان داریم زمانی که اون از خطای خطر زیادی داخل افغانستان میرن فقط با یک ایمیل و یک پسورد ما میتونیم تمام رکورد علمی دوران تخصصی ما را چک کنیم. یک جهت سهولت است رکورد علمی تمام خود تصادف و نکاتتان در نهایت این سیستم باعث تطبیق مسائل کریکولم تخصص طبی گردیده و تطبیق درست کریکولم در سیستمات می شود تا متخصص رسیدن ما داشته باشیم و ایجاد سیستم‌های الکترونیکی برنامه تخصصی کشور را همسان‌سازی با میان‌های جهانی می‌سازد. این وقتی که برنامه را شما بخواید اعتباردهی کنید در سراسر دنیا شما باید مؤلفه‌هایی را داشته باشید و یکی از این مؤلفه‌ها ایجاد سیستم‌های دیجیتالی در برنامه‌های تخصصی و برنامه‌های طبی می‌باشد. انشاءالله ما این سیستم زمانی که سراسر افغانستان تطبیق کنیم یک گام بیشتر بر اعتباردهی بر برنامه ما تخصص در سراسر دنیا خواهیم شد.